الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از برنامه‌های روحانی و تصحیح تلاوت و قرآن عظیم الشان. بینندگان گرامی، امروز هم مثل روزهای دیگر آیاتی از کلام الله مجید را به خدمت شما تلاوت خواهیم کرد و همچنین مقدمه کوتاهی از تجوید هم به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی ان شاء الله که بیان خواهد گردید. بدون شک اهل قرآن کسانی هستند که در پیشگاه خداوند متعال عزت و شرافت و مقام و جایگاه و مرتبه دارند و اهل قرآن بندگان خاص الله هستند. الله متعال آنها را خاصان خود معرفی میکنه. آنها از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنها کسانی هستند که الله متعال به آنها جایگاه خاصی داده، چرا که آنها با کلام الله در ارتباطند. هر کس که با کلام کسی در ارتباط باشد، بدون شک اون شخص گوینده و اون شخصی که این حرف را زده به او ارزش قائل خواهد شد. الله متعال سبحانه و تعالی پاک و منزه است. الله متعال خالق ماست. الله متعال بزرگوار و عظیم است. الله متعال ذات علی و کبیر است و این قرآن کلام اوست. هر کس که خودش را با قرآن ارتباط داد، الله متعال با او ارتباط برقرار می کند. شخصی که قرآن می خواند، بدون شک کسی که قرآن می خواند با قرآن ارتباط می گیرد، مستقیما با کلام پروردگار متعال در ارتباط شده و ارتباط گرفته و گویا این که الله متعال با شخص تلاوت کننده و شخص خواننده سخن می گوید بدون پرده، بدون کدام حائلی. الله سبحانه و تعالی ما را از بندگان خاص خود بگرداند و برای ما توفیق بدهد تا با قرآن در ارتباط باشیم. قرآن در زندگی ما باشد، قرآن در زبان ما باشد، زبان ما تر و تازه با کلام پروردگار متعال باشد، زبان ما همیشه با سخن پروردگار و با کلام الله متعال در داخل دهان ما حرکت کند و در حرکت باشد. قرآن بهترین ذکر است، بهترین یادآوری پروردگار متعال هست و ما باید با قرآن در ارتباط شویم و قرآن را در زندگی خود داشته باشیم. با قرآن خویشاوند بشیم، رابطه برقرار بکنیم. از قرآن بیگانه نشین. قرآن برای ما چیز بیگانه محسوب نشود. در تمام زندگی ما قرآن عظیم الشان واضح باشد، مشخص باشد و ما با این قرآن و با این کلام وحی الهی همیشه در ارتباط باشیم. بینندگان عزیز و گرامی، ما هم در صدد این هستیم که نوع ارتباطی هم ما و هم شمایی که بیننده هستید و مثل یک کلاس و مثل یک صنف این برنامه را برای خودتان حساب می کنید، در تلاش هستیم که ما نوع ارتباطی با قرآن عظیم الشان پیدا بکنیم. در تلاش این هستیم و سعی می کنیم تا افرادی که از قرآن عظیم الشان بیگانه شدند برای اونها قرآن را معرفی بکنیم، قرآن را عرضه بکنیم تا این که به سوی الله متعال و به سوی کلام پروردگار متعال سبحانه و تعالی روی بیاورند. به هر حال ما در این برنامه در تلاش این هستیم و امیدوار هستیم که ان شاء الله این اهداف ما محقق بشه و به وقوع بپیونده ان شاء الله. با همدیگر وقفه را میبینیم و بعدا ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و آیات دیگر از سوره مبارکه
بقره را به خدمت شما تلاوت خواهیم کرد. قبل از آن که وقفه بگیریم میگم که از آیه 142 ان شاء الله شروع خواهیم کرد تا آیت 145، یعنی تا اخیر آیت 145 ان شاء الله که با هم دیگر وقفه را میگیریم و میبینیم و بعداً در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. فرزندان نعمتها و نیز آزمایش‌های الهی هستند، پس شکرگزار و صبور باش. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن. بینندگان عزیز و گرامی، با همدیگر آیاتی از سوره مبارکه بقره را تلاوت خواهیم کرد و ان شاء الله که امیدوارم بینندگان عزیز و گرامی ما را تحمل بکنند تا اخیر و به طور آهسته ان شاء الله که این آیات را تلاوت خواهیم کرد و بعضی از احکام کوتاهی که ارتباط داره ان شاء الله که خواهیم گفت و بعد از درس آیاتی که داده خواهد شد ان شاء الله مطالب کوتاهی از تجوید هم بیان خواهیم کرد. البته امروز به طور استثنایی تجوید را به اخیر می اندازیم چون مقدمه تجوید هست و از برنامه بعد که ان شاء الله به احکام تجوید شروع خواهیم کرد، اول احکام تجوید را بیان می کنیم و بعد بر سر درس می رویم و آنچه که در درس تجوید گفته شد آن را در درس تطبیق خواهیم نمود ان شاء الله. خب از اتاق فرمان میخوام که اینجا تصویر را نشان بدن، تصویر آیات قرآن عظیم الشأن که با هم دیگر تلاوت بنماییم. آیت 142 هست، اینجا میبینید آیت 142 سوره مبارکه بقره، جزء دوم، یعنی اول جزء دوم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سیقولو لام در اینجا میبینید ضمه داره یا پیش داره. این لام مستقیما با سین وصل میشه، یعنی سیقولس لس سیقول السفهاء السفهاء. اینجا لام با سین وصل میشه، اما وقتی خواسته باشیم تنهایی بخونین از سفها میگین. خب تنهایی خوانده نمیشه، اینجا با هم باید اینها وصل بشه. سیقول السفهاء اینجا مد متصل هست که ان شاء الله در درس تجوید با آن مفصل اشاره خواهیم کرد. فقط همین قدر بدانین که اینجا طولانی میکنین، یعنی مد میکشین. السفهاء. خب می نن نا سه، این نون با این نون وصل میشه. من الناس من الناس من الناس و این نون در اینجا غنه میشه، یعنی صدا از بینی خارج میشه. ما ولاهم
اینجا لام باریک ترقیق باریک خوانده میشه. ول اگر خواسته باشیم مثلا تفخیم بکنین، ول اینجا پر میشه، یعنی پر نمیکنه. ولاهم ما ولاهم عن به خاطر این که اینجا نون ساکنه صدا را اخفا کردم، به خاطر که اینجا نون ساکنه بعدش قاف آمده و قاف از حروف اخفا هست و اخفا میکنیم در اینجا، یعنی نون را میپوشیم. عن قب اینجا ب یا با از حروف اقلاب هست، از حروف قطب جد یا حروف قلقله هست. اینجا قلقله میکنین. قب یعنی حرکت میدین. گفتیم ما قبلا قلقله بینندگان عزیز و گرامی میدانین، قلقله یک حرکت، یک تحرک، یک تکان میدین. قب عن قبلتهم. اینجا میم پیش داره با لام وصل میشه. عن قبلته ملتی یعنی دو تا لام در اینجا در واقع تلفظ میکنین. یک لام، لتی ملتی. عن قبلته ملتی کانو این خب بسیار تکرار شده. کانو علیها این جیم هم میدانید یعنی علامت وقف جائزه، یعنی اینجا وقف کردن جائزه. اگر وقف کردین مثلا خواندین سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اینجا با علیها وقف کردن جائزه. قل لله البته این هایی که در اینجا میبینید با لام وصل میشه. لله هل مشرق مشرق. قل لله المشرق این واوی که در اینجا میبینید با لام وصل میشه. مغ اینجا غین هست. والمغرب ربو اینجا ری باریک خوانده میشه، را باریک خوانده میشه. والمغرب مشرق والمغرب. اینجا هم جیم هم میدانید در اینجا گفته شد جیم علامت وقف جائزه. یه یا باها وصل میشه. یهدی من یشاء. اینجا چون نون ساکنه و بعد از نون ساکن یا آمده و یا از حروف ادغام میشه، یعنی که گویا نونی اصلا وجود نداره. میم با یا یعنی گویا گفتم، میم با یا اینجا وصل میکنیم. من یشاء الى صراط. اینجا تا ببینید که تنوین داره و این تنوین بعد از این تنوین چی آمده؟ میم هست در اینجا و میم از حروف ادغامه، بناهن تا را با میم وصل میکنین، میخوانین صراط مستقیم الى صراط مستقیم. این از آیه 142. میرویم به سراغ آیت 143. اینجا میخوانین و كذلك جعل عین با لام وصل بشه. جعلناکم اینجا
همزه‌ای که در اینجا میبینید با میم وصل میشه. در ضمن غنه هم میشه. امتن امتن امتن. اینجا تنوین آمده، تایی که در اینجا میبینید تنوین داره و بعد از تنوین واو آمده. واو از حروف ادغامه. امتو امتو تو تو، یعنی تا با واو وصل میشه. امتو وسطا وسطا، در صورتی که ما اینجا وقف بکنیم وسطا میگین، یعنی وسطن نمیگین. وقتی استاد کنین یعنی وقفشه. اما وقتی خواسته باشیم وصل بکنین، این تا با این لام وصل میشه. یعنی چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر که اینجا تنوینه و بعد از این تنوین لام آمده و لام از حروف ادغام هست، ادغام میشه یعنی داخل میشه. تا با لام. وسطل وسطل طل طل، یعنی تا با لام. وسطل لتكونوا 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 شهداء شهداء. اینجا هم مد متصل هست، یعنی به اندازه 4 حرف مد میکشین، صدا طولانی میکنین. شهداء علن علن علن. این لام با نون در اینجا وصل میکنین. علن ناسی ناسی علن ناسی. و يكون الرسول يكون الرسول. اینجا نون با را وصل میشه. و يكون الرسول عليكم 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 شهیدا، در صورتی که وقف بکنیم. و اینجا هم قیلی یعنی که چی هست؟ یعنی که وقف در اینجا اولا هست، بهتره. پس بناهن وقتی استاد بکنیم میگین علیکم شهیدا شهیدا. اما اگر خواسته باشیم وصل بکنیم، این دال میبینین در اینجا تنوین داره، یعنی دو زر داره. این دو زر تنوین میگن، به این میشناسید. این دال با واو وصل میکنین، ادغام میکنین. شهیدو شهیدو شهیدو. وما 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 جعلنا جعلنا جعل عل عل جعلنا. این نون در اینجا با لام وصل میکنین. جعلنا نل 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 قب قب قبله قبلت قبلت جعلنا القبلة. اینجا تا با لام وصل میشه و لام دو تا، گویایی که دو تا لام هست، یعنی دو تا تلفظ میکنیم. مثلا میگین تل یک تل یک لتی تلتی تلتی. اینجا وما جعلنا القبلة التي كنت كنت. اینجا نون بعد از نون، بعد از این نون ساکن تا آمده و از حروف اخفا هست، بنابراین این نون در اینجا اخفا میکنین. كنت كنت عليها إلا لنعلم نعلم لنعلم. این نون با عین وصل میکنین. لنعلم می می، بعد از نون ساکن یا آمده و از حروف ادغام هست. من یتبع من یتبع من یتبع من یت. اینجا یا با تا وصل میشه، گویا دو تا هست. یتبع یتبع. اینجا عین با را وصل میشه. یتبع عر 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 رسول. یتبع الرسول یتبع الرسول. خب اینجا این را در اینجا تفخیم میشه. خب به هر حال اینها احکامیه که ان شاء الله در احکام را به این موضوع اشاره خواهیم کرد به طور تفصیل. اینجا میم با میم وصل میشه. میم میم
ممن 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 ممن. اینجا نون در اینجا در واقع ساکن هست و بعد از این یا آمده از حروف ادغام میکنیم. می ینقلب ینقلب. اینجا بعد از نون ساکن قاف آمده از حروف اخفا هست، اخفا میکنیم. ینقلب على عقبیه. این جیم هم میدانید علامت وقف و جایزه. اگر در اینجا ما وقف کردین نمیگین عقبیه، اگر وقف کردین وقتی وقف کنیم میگین علی عقبیه. یعنی صدای را گویایی که از اخیر حلق که جای تلفظ یا جای مخرج، جای بیرون آمد حرف ها هست، از اونجا خارج میشه، در اخیر همان صدا را میکشین. این رقم علی عقبیه. اینجا شما احساس میکنین که ها خارج شد. پس بناهن وقتی استاد بکنین عقبیه میگین، عقبیه نمیگین. وقتی که خواسته باشین وصل بکنین میگین علی عقبیه. بعد میگین و این کانت بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا هست، اخفا میشه. و این کانت لکبیرة. اینجا تا میبینین که تنوین داره، دو زبر داره در اینجا، بعدش هم همزه آمده و همزه از حروف اظهار هست، اظهار میشه. اینجا اظهار میشه. لکبیرة الا علل. این لام با لام دیگه وصل میشه. علی الذین. گویا در اینجا دو تا لام هست. علی الذین، یک لام با لام دیگه خوانده میشه، یک لام جدا خوانده میشه. علل یک لام، الذین علی الذین. هدى الله. این دال با لام وصل میشه. هدى الله. اینجا هم قلی هم یعنی که وقف در اینجا اولا هست و بهتر است. و ما کان الله. نون با لام وصل میشه. و ما کان الله در صورتی که وقف کنیم. اما در صورتی وصل بکنیم میگین و ما کان الله لیضیع. اینجا داد، در اینجا با یا در واقع یکی خوانده میشه، یعنی که این با این وصل میشه. لیضیع ایمانکم. اینجا جیم هم علامت وقف جایزه که این را هم تکرار کردیم چند بار. این الله. این نون در اینجا هم غنه میشه و هم با لام وصل میشه. این الله بالناس. اینجا با نون وصل میشه. بالناس دو تا نون تلفظ میشه. بن یک، ناس بالناس. لرؤوف الرحیم. فر. اینجا فا با را وصل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینجا تنوین آمده و بعد از تنوین هم را هست و را از حروف ادغام هست. لرؤوف الرحیم. این هم از آیه 143. می رویم به سراغ آیه 144. قد اینجا دال از حروف قلقله هست، قلقله میکنیم چون ساکنه. قد گویایی که یعنی دال یک حرکت میدین، قبلا هم بیان کردم قلقله را. قد نرى تقلب
تقلب اینجا قاف با لام وصل میشه گویا دو تا لامه. یک لوب تقلب وجهک اینجا جیم از حروف قلقله هست، قلقله میکنین. وجهک فی السماء اینجا فا با سین وصل میشه. فس گویایی که دو تا سینه. فس سماء فی السماء فلنولینک دوباره فلنولینک اینجا واو با لام وصل میشه. ول اینجا یا هم با نون وصل میشه. ین فلنولینک قبلة با از حروف قلقله هست، متوجه باشین قلقله میشه. قبلة بعد از اینجا تنوین هست، بعد از تنوین تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. قبلة ترضاها اینجا را پر خوانده میشه. ترضاها انشاءالله مفصل در مورد این باز در احکام را صحبت خواهیم کرد. جیم هم علامت وقف جائزه. فولی اینجا واو با لام وصل میشه. فولی وجهک شط ای تا هم میبینیم در اینجا ساکینه و از حروف قلقله هم هست، قلقله میشه. شطر المسجد شطر المسجد اینجا دال با لام وصل میشه. شطر المسجد الحرام دل حرام دل شطر المسجد الحرام جیم هم علامت وقف جائزه. وحيث ما كنتم اینجا بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. ما كنتم تم فولو اینجا واو با لام وصل میشه. فولو وجوهکم شطره باز اگر خواسته باشین در اینجا وقف کنیم چی میگین؟ فولو وجوهکم شطره و این قلی هم به معنایی که وقف کنین بهتره، وقف اولا هست، بهتره. و این این نون با این لام در اینجا وصل میشه، بناهن ما میخوانیم و این الذین اوتوا الکتاب اینجا تا در اینجا که ضمه داره پیش داره با لام وصل میشه. اوتوا الکتاب لا یا با عین وصل میشه. لا یعلمون انه الحق اینجا ها با لام وصل میشه. اگر اینجا خواسته باشین استاد بکنین میگین لا یعلمون انه الحق، اما در اینجا استاد نمی کنین. اگر احیانا استاد کردین
حرکت اخیر کلمه را یا حرف را می اندازین. و به هر حال انشاءالله در مورد وقف وقتی صحبت بکنین اینها را خواهیم گفت. انه الحق من ربهم، اینجا نون بعد از نون را آمده، را از حروف ادغام هست، ادغام میشه. رب این را با ب یا با در اینجا وصل میشه. ربهم قیلی هم بانایی که وقف بهتره. و مل این میم با لام در اینجا با لام جلاله الله در اینجا وصل میشه. و ما الله بغافل اینجا بعد از اینجا تنوین هست و بعد از تنوین عین آمده از حروف اظهار هست، اظهار میشه، این تنوین اظهار میشه. بغافل ظاهر میکنین کاملا. بغافل عم عین با میم وصل میشه. عم یعملون. این هم از آیه 144 سوره مبارکه بقره. میرویم به سراغ آیه 145. ولئن اینجا بعد از نون ساکن همزه آمده، از حروف اظهار میکنیم. ولئن اتیت باز این تا با لام وصل میشه. تلذین ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل اینجا کاف با لام وصل میشه. بکل دو تا لام تلفظ میشه. بکل آیت اینجا بعد از تنوین میم آمده و میم از حروف ادغام هست، بنابراین ادغام میکنین. آیت تم این تا با میم وصل میشه. آیت ما تبعوا قبلتک در صورتی که استاد بکنین حرکت حرف اخیر را می اندازین. قبلتک در صورتی که وقف کنین. اما اگر وقف نکنین میگین قبلتک چون اینجا جیم علامت وقف جایزه میتونین اینجا وقف کنین، بنابراین بخوانین ما تبعوا قبلتک. و ما اینجا مد منفصل هست. و ما انت چون بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا هست، اخفا میشه. و ما انت بتابع اما با اینجا عین میبینین تنوین داره، این تنوینه. دو زبره که میبینین، دو زیره که میبینین اینها تنوین هست. و بعد از این تنوین قاف آمده، قاف از حروف اخفا هست. بتابع قبلتهم جیم هم علامت وقف جایزه و در این درس بسیار تکرار شد. و ما بعضهم با عین وصل میشه. و ما بعضهم بتابع اینجا هم مثل این هست. بتابعین قبلتهم که در اینجا خواندیم، گفتیم بعد از اینجا عین میبینین که دو زیر داره و اینها را به نام تنوین میگن و بعد از این تنوین قاف آمده و قاف از حروف چی هست؟ بدون شک شما با هم دیگر خواهید گفت که از حروف اخفا هست. در اینجا هم از حروف اخفا هست. بتابعین قبلت بعض
بعض در صورتی که ما وصل بکنین بعضین میگین، اما در صورتی که وقف بکنین و جیم هم هست علامت وقف جایزه میتونین وقف بکنین، میگین بتابعین قبلت بعض ولا این نون در اینجا زیر داره، با تا وصل میشه. نت تبعت نتبعت ولا إن اتبعت 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 أهواءهم و در اینجا هم ادغام میشه، بعد از میم ساکن میمونه. انشاءالله بیشتر با توضیح خواهیم داد. اهواءهم بعد از نون ساکن در اینجا با آمده و با از حروف اقلاب هست، اقلاب میشه، یعنی میم تلفظ میکنه. من بعد ما جاءك من نون با لام وصل میشه. من عین با لام وصل میشه. من العلم انك اذن بعد از این تنوین میبینین که لام آمده و لام از حروف یرملون هست، از حروف ادغام هست و اینجا ادغام میکنین، یعنی زالر با لام وصل میکنین. میگین اذل من الظالمین اذل من الظالمین. این هم از درس امروز که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت شد و با هم دیگر اینها را تلاوت کردیم و مرور کردیم. امید است که بینندگان عزیز و گرامی انشاءالله که استفاده کرده باشند و بدون شک مطمئنم استفاده کردن. الحمدلله از آیه 142 شروع کردیم به آیه 145، یعنی تا اخیر آیه 145 سوره مبارکه بقره به هر حال درس را تمام کردیم. اجازه بدین که یک وقفه را با هم دیگر ببینیم و همین آیاتی که خوانده شد اینها را بشنویم و بعد از آن انشاءالله بعد از وقفه دوباره در خدمت شما خواهیم بود و تماسهای شما را هم خواهیم شنید و با هم دیگر این آیات را از زبان شما خواهیم شنید و تکرار خواهیم کرد تا اینکه اگر اشتباهی باشه احیانا اون اشتباهات گرفته بشه. جزاکم الله خیر. با هم دیگر وقفه را میبینیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا با ما به باغ سبز قرآن بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. بیا با ما به باغ سبز قرآن بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. به قرآن خدا گر تو زنی چنگ تو را ایمن کند از مکر و نیرنگ. بگیرد قلب تو رنگ خدایی نباشد بهتر از رنگ خدا رنگ. نباشد بهتر از رنگ خدا رنگ. بیا با ما به باغ سبز قرآن بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن مصفا می کند قرآن
مصفا می کند قرآن دل و جان. دلت آینه نور خدا کن، هوای نفس را از خود جدا کن. بیایی که دم نشین در باغ قرآن، به باغ حق بیا با ما صفا کن. به باغ حق بیا با ما صفا کن. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. سعادت راز قرآن خدا جوی، ز قرآن شیوه صلح و صفا جوی. مپرس از این و آن راه سعادت، سعادت راز شرع مصطفی جوی. سعادت راز شرع مصطفی جوی. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. قرآن گر سرد پرشور گردد، تمام هستیت پر نور گردد. شوی یک سرغم لطف و محبت، بدی از جسم و جانت دور گردد. بدی از جسم و جانت دور گردد. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. بیا با ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. بیا ما به باغ سبز قرآن، بشوید دل غبار جرم و عصیان. بیا بشنو ز جان آوای قرآن، مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. مصفا می کند قرآن دل و جان. الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه روحانی و تصحیح تلاوت قرآن عظیم الشان. بینندگان عزیز و گرامی، از این به بعد میتونین با ما در تماس بشین و ان شاء الله که آیاتی که تلاوت شد از شما خواهیم شنید و ان شاء الله که با هم دیگر این آیات از آیه 142 سوره مبارکه بقره تا آیه 145، یعنی تأخیر آیه 145 اگر تلاوت داشته باشین ان شاء الله که تلاوت شما رو گوش خواهیم کرد. یکی دو آیه یا از هر جای قرآن عظیم الشان که خواسته باشین تلاوت بکنین ان شاء الله خواهیم شنید. و اگر پیشنهادی یا هم انتقاد نسبت به برنامه داشته باشین ان شاء الله که خواهیم شنید و خواهیم گرفت ان شاء الله. بینندگان عزیز و گرامی، ما در مورد تجوید وعده داده بودیم که ان شاء الله در مورد صحبت خواهیم کرد و در موردش توضیح خواهیم داد که تجوید چی هست و در واقع احکام تجوید را که مهم هست و ضرور هست. الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میگه ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن عظیم الشان را با ترتیل بخوانید، قرآن عظیم الشان را با آهسته آهسته تلاوت کنید. و
قرآن عظیم الشان را به گونه درست بخوانید. و آیات و احادیث در این مورد فراوان هست که پروردگار عظیم الشان و رسول الله صلی الله علیه و سلم به این موضوع اشاره می کنند که شما قرآن عظیم الشان را به صورت درست تلاوت کنید، به صورت خوب تلاوت کنید. و خود تجوید هم معنایش همینه. تجوید یعنی نیکو ساختن، یعنی خوب ساختن، یعنی زینت دادن. این معنای تجویده که در واقع ما یک چیزی را زینت بدین، یک چیزی را خوب بسازیم، به او میگن تجوید. و تجوید هم که در قرآن عظیم الشان استفاده میشه همینه که یعنی ما بیاین آیات قرآن عظیم الشان را با زینت بدین، آیات قرآن عظیم الشان را زیبا تلاوت بکنین و زیبا بخوانین. و همین که ما هر حرف را مثلا از مخرجش ادا بکنین، مثلا احکامی که در حروف است آنها را مراعات بکنین و احکامی که در خوب ساختن و در زینت دادن تلاوت قرآن عظیم الشان هست او را مراعات بکنین، به این میگن تجوید. اما یک قسمتی از این واجبه، مثل خوب ساختن یا تلفظ درست کردن حروف و حرفهایی که در زبان عربی هست و در قرآن عظیم الشان استفاده شده، که ما درست بدانیم که هر حرف را از جایش ادا بکنیم. مثلا اگر ما فرقی در میان کاف و میان قاف نگذاریم، معنا را تغییر میده. مثلا شخصی بیایه بگه، مثلا بگه قل، به جای قل بگه کل. خب بدون شک قل تا کل خیلی فرق میکنه. کل به معنای بخور، قل به معنای بخوان. و به همین ترتیب در میان حروفی که به زبان عربی هست با زبان فارسی تفاوت‌های هست. یعنی 10 حرف از حروف عربی تلفظ آنها با زبان فارسی فرق میکنه، با حروفی که در زبان فارسی هست متفاوته. حرف یکیه و شاید هم حروف زیادی هم داره زبان فارسی. حرف در بعضی از حروف حرف یکیه، اما تلفظ به زبان فارسی تا به زبان عربی فرق میکنه. تفاوت اینها را بدانیم تا ای که معنای قرآن عظیم الشان و مفهوم قرآن عظیم الشان تغییر نکنه، تبدیل نشه به چیز دیگری که به هر حال وجود نداره، اصلا تبدیل بشه به حرفی که یا به کلمه‌ای که یا به معنایی که یا مفهومی که اصلا مراد الله متعال نیست. مراد قرآن اصلا این چنین چیزی نیست که به هر حال ما با مراعات نکردن مخرج این حرف از پیش ما ادا شده. پس بنابراین تجوید خیلی مهمه در تلاوت قرآن عظیم الشان و ما گفتیم این قسمت واجبه. هر کسی که قرآن میخوانه باید یاد بگیره، این نکته را یاد بگیره و بفهمه و بدانه که من هر حرف را از کجا باید ادا بکنم. به این اساس است که ما در این برنامه تجوید را هم همچنان شعار خود قرار میدهیم، تجوید را هم پیش میبریم به خاطر این موضوع و به خاطر اهمیت این موضوع هست. و من خواستم که مقدمتاً در این برنامه فقط اهمیت تجوید را برای بینندگان عزیز و گرامی مطرح بکنم که تجوید از چه جایگاهی برخورداره و اینکه ما نسبت به تجوید سستی نکنیم، نسبت به یاد گرفتن تجوید سستی از خود نشان ندهیم، بلکه قرآن عظیم الشان را زین القرآن باصواتکم، قرآن عظیم الشان با اصوات خود و با صوتهای خود را زینت بدین. و زینت دادن قرآن با تجوید صورت میگیره. وقتی تجوید در قرآن عظیم الشان باشه، چنانچه از معنای تجوید برمیایه که تجوید یعنی زیبا ساختن، یعنی آراسته کردن، یعنی خوب کردن، یا به معنای دیگر بگیم آرایش کردن، آرایش دادن قرآن عظیم الشان. و این آرایش دادن و زیبا ساختن و خوب ساختن و نیکو نمودن توسط تجوید میشه. وقتی ما تجوید را یاد داشتیم، به شرط این که ما میبینیم در حدیث پیامبر علیه السلام میگن زین القرآن باصواتکم، به این معنای که شما وقتی تلاوت قرآن میکنین قرآن کریم را با صوت نیکو و با شکل بسیار خوبی آن را تلاوت بکنین.
نشوه که اگر کسی بشنوه نعوذ بالله از صدای ما، خب هیچ از قرآن نعوذ بالله متنفر بشه با این تلاوتی که ما بکنیم، بلکه قرآن عظیم الشان را باید زینت بدین، به شرط این که در این غلو نشه. احیانا بعضی ها میخواهند قرآن عظیم الشان را با صوت خود زیبا بکنن، کش میکنن آیات را یا کلمات را یا حروف را که جای کش کردن و جای طولانی کردنش نیست. این درست نیست. ما باید قرآن عظیم الشان را به گونه‌ای که در قواعد تجویدی که میخوانیم همان را مراعات بکنیم، درست میشه خود به خود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق میکردن اصحاب را به زیبا خواندن قرآن عظیم الشان. مثلا داستان ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه مشهوره. رسول الله علیه الصلاه و السلام از اون میشنون که قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنه و خیلی پیامبر علیه السلام خوششان میاد و تعریف میکنن و خیلی از صوت زیبای او رسول الله علیه الصلاه و السلام خوششان میاد. قرآن عظیم الشان باید با صوت نیکو، با ترتیب منظم و با ترتیب خوب تلاوت بشه تا اینکه حق تلاوتش ادا بشه. و الا اگر اینکه ما بی توجهی بکنیم، سین ث بگیم، سین صاد بگیم، صاد سین بگین، قاف کاف بگین، کاف قاف بگین، به هر حال یا حروفی بیارین داخل قرآن که اصلا وجود نداره. مثلا در میان بعضی از ما فارسی زبان ها این متاسفانه مشهوره که قرآن کریم را با زبان فارسی تلاوت میکنه، یعنی حروفی که ما تلفظش را به زبان فارسی میکنیم در زبان عربی هم همانطور قرآن را تلاوت میکنیم. و یا افراد دیگر زبانهای دیگر هم بعضا متاسفانه این گونه اند. قرآن عظیم الشان را با زبان دیگری اصلا تلاوت میکنه، با لهجه زبان خودش قرآن را تلاوت میکنه، ولی قرآن عظیم الشان عربیه و باید با لهجه عربی قرآن عظیم الشان تلاوت بشه، نه با لهجه شخصی و با لهجه‌ای که ما داریم. حالا در میان فارسی و در میان عربی تفاوت‌ها وجود داره، پس بناهن باید آن تفاوت‌ها در تلاوت قرآن عظیم الشان مراعات بشه. خب این مقدمه کوتاهی بود از تجوید که در مورد اهمیت تجوید بیان کردم. بینندگان عزیز و گرامی میتونن با شماره‌ای که زیرنویس شده در تماس بشن، ان شاء الله که از آیه 142 میتونن که تلاوت بکنن و ان شاء الله که ما تلاوت ایشان را خواهیم شنید و اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما خواهر گرامی. بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ وصال حق. بله وصال حق، بفرمایید. خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشین. انشالله خدا جزای خیرتون رو بده. سلامت باشین. تشکر. اگر تلاوتی دارین میشنویم از شما. والا خواستم به خاطر تجویدتون زیاد طولانیش کنی. بسیار خوب. ان شاء الله. به خاطر تجویدتون. بسیار خوب ان شاء الله. خیلی من از ایران تماس گرفتم، از ایران. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. اگر کدام پیشنهاد دیگری داشته باشین میشنوید. والا فقط به خاطر همین تجویده که خدا ازتون راضی باشه ان شاء الله. برادر سلامت باشین. تشکر از شما. خواستم تشکر کنم از آقای فضل الحق. جزاکم الله خیر. برادر انصاری، تمام هم برادرانی که در وصال حق دست کارن تشکر و قدردانی میکنم. سلامت باشین. تشکر از شما. تشکر. جزاکم الله خیر خواهر گرامی. تشکر از شما. به هر حال این وظیفه ما هست و امیدواریم که بینندگان عزیز و گرامی به این مواردی که به هر حال گفته شد و بیان شد به خصوص در مورد تجوید جدی باشن و ان شاء الله که اگر پروردگار متعال ما را توفیق بده و توفیق پروردگار متعال سبحانه و تعالی با ما همراه باشه، ان شاء الله که آنچه در مورد تجوید میخوانیم آن را در تلاوتی که هر روز خواهیم کرد تطبیق خواهیم نمود و ان شاء الله که با هم دیگر از مخارج حروف شروع خواهیم کرد که ما درست مخارج حروف را بفهمیم. چنانچه بیان کردم که وقتی ما مخارج حروف را نفهمیم، یک کلمه، یک حرف را به جای حرف دیگری به هر حال آن را تلاوت بکنیم و یا تلفظ بکنیم
که باعث بر این بشه که معنا را تغییر بده و تغییری در معنا داخل بشه، حتی اگر تغییر فاحش باشه و تغییر بد باشه که در بعضی از جاها معنا خیلی تغییر میکنه، باعث بر این میشه که ما به هر حال حتی در نماز خود نماز ما فاسد بشه و نماز ما خراب بشه. پس خیلی باید توجه داشته باشین به این مورد. خب تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. ببخشید دوباره مزاحم شدم، گوشیم قطع شد. دخترم میخواد آیت الکرسی بخونه. بله مشکلی نیست، بفرمایید. علیکم السلام، خوبی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي إنه إلا بإذنه له ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا تسمعه الأرض. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله خیر. آفرین آفرین، ماشاءالله. بله میشنوین؟ من کردم. بسیار خوب. من کردم. ماشاءالله ماشاءالله. دست خواسته. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. خب تشکری میکنم از این کوچولو و ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال به عمر این کوچولو برکت بده. از والدین این کوچولو میخوام که برای حتما جایزه بدن، چون واقعا لیاقت جایزه را داره. ماشاءالله آفرین. با این سن خورد که فکر میکنم از 5 هم بالا نباشه، فکر میکنم از صدایش چنین برمی آمد که از سن 5 هم، یعنی 5 ساله هم بیشتر نباشه. بهتر از این بعضی آخوندهایی که ماشاءالله عمامه های آنها خیلی از این بزرگتره، پسر دارن اما قرآن خواندن یاد ندارن و به عنوان کارشناس هم هستند ماشاءالله و سنشان هم فقط عمامهشان به اندازه این شاید باشه، شاید هم عمامهشان بزرگتر از این باشه. خب به هر حال حالا اندازه نکردیم عمامه ایشان را و الله متعال در عمر تو برکت بده و تو را وسیله روشنایی چشم و پدر و مادر و امت اسلامی بگردانه ان شاء الله. خب به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، به این موضوع اشاره می کردم که بحث تجوید خیلی مهمه و باید به این موضوع بینندگان عزیز و گرامی ما توجه داشته باشند تا مبادا در تلاوتشان کدام اشکال پیدا بشه یا به هر حال آنچه که مراد قرآن عظیم الشأن هست آن ادا نشه، چیز دیگری گفته بشه. خوب است که در اینجا یک به هر حال حرفی را بگویم که میتونه جهات مختلف داشته باشه. یک حرفی که از جهت هم خنده داره و هم ارتباط به قرآن عظیم الشأن داره و هم ارتباط به بعضی از افراد بی سواد میگیره. یک شخصی آمد پیش یک عالمی گفت که من کل قرآن را خواندم. پیش خود خیلی مغرور بود، مثل بعضی از این بیسوادهایی که احیانا به شبکه وصال تماس میگیرن، به هر حال نمیدانیم سر بازار چی میفروشه، بعد میایه باز شب اینجا تماس میگیره یا روز اینجا تماس میگیره و بعد درخواست مناظره میکنه و میخواه مناظره بکنه. به اینها خیلی خوبه و همچنین از جهت برای افرادی که بی‌توجهی در یاد گرفتن قرآن عظیم الشأن میکنن خوبه. خب این فرد آمد پیش یک عالمی به نظر خود خیلی می آمد که من خیلی میفهمم. آمد گفت که من کل قرآن را خواندم، کل قرآن را تلاوت کردم، همه خوب بود ولی یک جایش برایم مشکل ایجاد کرد. نمیدانم که این مشکل از قرآن هست که کدام جایش به هر حال دست خورده یا کدام چیز دیگر است. این عالم پیش خود فکر کرد، گفت که حالا این چی سوال میخواد بپرسه؟
میخواد این آیه رو مثلا از نظر نحوی و صرفی بگه یا از نظر بلاغت بگه، از کدام جهت میخواد که این آیه رو بررسی بکنه، یا این سوال ای چی ربطی با کدام جهت داره. گفت کجای قرآن، کدام آیه؟ گفت همین که خداوند متعال میگه که ایاک نعبد و ایاک 90 او یا 70. این بدبخت حالا نفهمیده که ایاک نستعینه، این فکر کرده که 90 یا 70. بعد این عالم پیش خود یک فکری کرد که این فرد آمده حالا به هر حال میخواد که یک جای قرآن از پیش مشکل پیدا کرده. گفت که تا حالا تو چی میخواندی؟ گفت من خب 90 میخواندم، فکر کنم 90 باشه. این عالم یک خنده ای کرد و گفت نه اینجا نه 90 هست و نه هم 70 هست، اینجا نستعین است. خب امیدوارم که بینندگان عزیز و گرامی موضوع را گرفته باشند. تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر محترم بفرمایید. من مادر یاسمین محمد جان هستم، این اولادم میخوام. ماشاءالله ماشاءالله، بسیار خوب. این اول جواد جان میخوام بچه ریزگاه من. باش. چی زره هی دین یا کربتی یا کسر زمین تنال شاقرجی. آفرین ماشاءالله. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. من یاسمین هستم. خوبی یاسمین جان؟ من میخوام سوره بقره. آفرین. کجای سوره بقره میخوای بخوانی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تصلوا ولن تصلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها خالدون. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین یاسمین جان، آفرین، خوب بود ماشاءالله. محمد میخوانم. باشه. السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله. خوبی؟ بله خوب است. نام محمد است، از سعودی عرب تماس گرفتم. آفرین ماشاءالله محمد جان. تلاوت کن. کجا رو میخوای تلاوت کنی؟ سوره صافات. سوره صافات. بسیار خوب. شروع کن. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات صدرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلا الملأ الأعلى ويقذفون إلى الملأ الأعلى. محمد جان، إلى الملأ الأعلى. إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتيهم أهم أشد خلقا أما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيات يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون
بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين صدق الله العظيم. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین محمد جان، آفرین، ماشاءالله. محمد جان سن تو چنده؟ چند ساله ای؟ 10 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال با عمرتو برکت بده. برادر رزم جواد میخوای بخونه. بسیار خوب، بسیار خوب، باش. تماس شما قطع شد متاسفانه محمد جان. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال با عمر شما و با عمر خواهر شما و به همه شما و به خانواده شما الله متعال برکت بده و شما را توفیق بیشتر بده که با قرآن باشید. ماشاءالله سوره صافات رو خیلی زیبا تلاوت کردید. ماشاءالله ماشاءالله. خب بیننده بعدی را میگیرین و بیننده بعدی را میشنویم. بله السلام علیکم. رحمت الله صالحات. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی خوبین؟ الحمدلله. جزاکم الله خیر. اجازه بدین نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی کارکنان شبکه جهانی وصال حق. جزاکم الله برای شما و احمد جان که در تکنیک شما را یاری میکند. تشکر. امیدی که همه تان دارای صحت و لباس عافیت هستند بوده باشید. تشکر از شما. کریمی از مدینه منوره. ماشاءالله ماشاءالله. بفرمایید برادر گرامی آقای کریمی. میخواستم سوره جزء ثانی را یعنی جزء 2 تلاوت کنم درسی که امروز. بسیار خوب. پس از آیه 142 شروع بکنین. 142. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. تشکر از شما. تشکر از مشارکت شما. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر میکنم برادر گرامی جناب آقای کریمی و از تلاوت زیبای شما، تلاوت خوب شما که ان شاء الله ما و بینندگان عزیز هم استفاده کردیم. جزاکم الله خیر. بله السلام علیکم. بیننده بعدی بفرمایید.
السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ مدینه. بله بفرمایید. أنا أبغى قراءة المرسلات. بله بفرمایید میشنویم. میخواین تلاوت بکنین؟ بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخة واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. از بعد از آیه و اسقیناکم ماء فراتا ویل یومئذ للمکذبین با آیت دیگری رفتین. خیر باشه. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. ماشاءالله ماشاءالله. جزاک الله خیر. خب تماس دیگری را میشنویم. بله سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر از شما. سلامت باشین. بفرمایید بیننده گرامی از کجا در تماس شدین؟ از مدینه. بله ماشاءالله. مدینه. بفرمایید. از مدینه قرآن. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید معرفی بکنین. علی. بفرمایید تلاوت میکنین. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا القرآن عربيا لكم تعلمون. سوره یوسف میخواین تلاوت کنین؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. و فکر کنم که سوره یوسف را میخواستن تلاوت بکنن. خب تماس دیگر را میشنویم. بله السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام. خوبی؟ از کجا در تماس شدی؟ از مدینه. ماشاءالله ماشاءالله. میشه بگی نام تو چیه؟ نام عایشه. عایشه. ماشاءالله ماشاءالله عایشه جان. خب تلاوت بکن. از کجا میخوای تلاوت کنی بخوانی؟ الحمدلله. ماشاءالله. سوره فاتحه میخوانی الحمدلله. بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاک الله خیر. آفرین عایشه جان، آفرین، ماشاءالله. چند ساله ای؟ 4 ساله. 4 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. خداوند حفظ کنه تو. خداحافظ. خداحافظ. ماشاءالله، آفرین. و از خانواده عایشه جان هم میخوایم که برای او یک جایزه بدن. حتما انشاءالله جایزه بدن. جزاکم الله خیر. و واقعا که زیبا بود. ماشاءالله ماشاءالله. خب تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. بیننده گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدید؟ آقای فاتی. تشکر از شما. سلام. خوب ان شاء الله. الحمدلله. تشکر. قربونت برم. شناختید منو؟ بله جناب آقای عبدالله از قزوین، درسته؟ قربونتون برم. حسن شما. خدا شما نگه داره ان شاء الله برام. سلامت باشید. می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم آقای فاتی. بله. شکر خدا بچهای 4 ساله ما رو نگاه کنید شما رو خدا چجوری قرآن میخونن. ولی آخوندهای امامیر نگاه کنین. نگاه کنین ماشاءالله. می‌خواستم به شما بگم. همون می‌خواستم بگم گردنش خیلی از گردن کلوفتر با خدا قسم این بچه 4 ساله نمیتونه بخونه. سبحان الله. اللهم تعالی هدایت کنه اینها. این افتخاره برای ما. بله الحمدلله. واقعا بزرگترین افتخار است برای خودمون. با خدا این قرآن میخونم من اشکم در میاد خدا وکیلی. بله بدون شک. یعنی از خوشحالی بخورا. بله راست میگین، درسته. این بزرگترین افتخار برای ما. سنت و سنت پیغمبر که ادعا میکنیم. این بسیار اصلا اشک من داره برای خدا وکیلی. الحمدلله. خداوند متعال مرتبه شکر میکنم. سلامت باشین. جزاکم الله. آقای فاتح بفرمایید. میخواستم این خدمت. جناب آقا عبدالله جان، متاسفانه که تماس شما قطع شد. تماس دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر محترم بفرمایید. از کجا در تماس شدین؟ از تاجیکستان. بله بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ استاد با کدام امروز ما از آیه 142 شروع کردیم به تلاوت تا آیه 145، یعنی تا اخیر آیه 145 تلاوت کردیم. سوره بقره. سبحان الله. استاد فرکانسی سوره هم ممکن است پرسان؟ متوجه نشدم. فرکانسی شبکه سوره هم. منظور شما آتبرده؟ سوره حق رو ندارم. بسیار خوب. میخواین تلاوت بکنین خواهر محترم؟ 145. بله بفرمایید. از آیه 142 تا آیه 145، یعنی هر جایی که از این آیات 142 143 144 و 145 هر کدام میخواین تلاوت کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكذلك جعلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. خواهر محترم و یکون الرسول، نون در اینجا زر داره و یکو زبر داره و یکون الرسول. ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
وإن كانت لكبيرة. تماس شما متاسفانه خواهر محترم قطع شد. خب تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. رمیسا هستم از ارومیه. بفرمایید خواهر محترم از ارومیه بفرمایید. کجا تلاوت کنم استاد؟ از آیه 142 تا اخیر آیه 145 ما تلاوت کردین. هر جایی که دل شما میخواد تلاوت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. خواهر محترم بسیار خوب بود. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. تماس دیگر را میشنویم با هم دیگر و تشکری میکنم باز دیگر از خواهر محترم. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ من محمد هستم. بله بفرمایید. از مدینه منوره. ماشاءالله. بفرمایید. تلاوت میکنید؟ آن. بسیار خوب. از کجا میخواید تلاوت بکنید؟ سوره بقره. خیلی خوب. میشنویم. بفرمایید. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. جزاک الله خیر. ماشاءالله ماشاءالله. دوباره اسم شما رو میپرسم چی بود؟ محمد. ماشاءالله محمد جان. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله. خیلی خوب بود. کدام گفتنی دیگر نداری؟ نه با من خدا. تشکر از شما. سلامت باشید. فقط یک نکته را توجه بکنین بینندگان عزیز و گرامی. وقتی که از اول سوره شروع میکنین اعوذ بالله و بسم الله با هم میگین. اگر از وسط سوره شروع کردین مثل که برادر گرامی ما جناب آقا محمد جان شروع کردن اعوذ بالله میگین. اعوذ بالله بگین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته بعد شروع میکنین. جزاک الله خیر و توجه داشته باشین به این نکته. تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید از کجا در تماس شدیم و نام شما؟ سلام علیکم. علیکم السلام بفرمایید. من صدردین از تاجیکستان میخوام یک سوره بخونم. ماشاءالله. کدام سوره را میخوای بخوانی؟ سوره تبارک. سوره تبارک. بسیار خوب. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. جزاک الله خیر. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. سوره مبارکه ملک بود. تشکر. تماس شما قطع شد. ماشاءالله خیلی خوب بود. خب تماس دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. تشکر از شما. از کجا در تماس شدین؟ از ایران تماس میگیرم. ماشاءالله بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین؟ نه میخواستم بپرسم که روزه ذوالحجه از کی باید بگیریم؟ بسیار خوب. تشکر از شما خواهر محترم. ببخشید اگه نتونیم بگیریم قضایی داره؟ خیلی خوب. انشاءالله جواب خواهم داد. تشکر. خدا سلامت باشید. خواهر محترمه اینجا برنامه تعلیم قرآن هست و روخانه قرآن عظیم الشأن هست و این سوالات را از برنامه فتوا پرسان کنید. روزهای دوشنبه میتونین که این برنامه را این سوالات فقهی را به صورت مستقیم از اونجا پرسان کنید، ولی برای شما فقط به طور خلاصه این مطلب را میگم و امیدوارم که دیگر بینندگان عزیز و گرامی این سوالات را در این برنامه مطرح نکنند. هر وقتی که ماه ذوالحجه شروع شد روزه ذوالحجه را بگیرید، مستحب و قضایی نداره. اگر بگیرین ثواب داره، اگر نگیرین گناهکار نمیشه. خب سوال تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی از کجا در تماس شدین و نام شما؟ از تاجیکستان زنگ میزنم. بله. مراد جان. بفرمایید. آقا مراد جان درسته؟ من بار اول با شما صحبت میکنم. میخوام قرائت کنم. بله بفرمایید. میشنویم. از کجا میخواین تلاوت کنین؟ از سوره بقره. بسیار خوب. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلی العظیم. جزاک الله خیر. تشکر از شما آقا مراد جان. تشکر از شما. من باز زنگ بزنم باش. تشکر. جزاکم الله خیر. دعا کنید. سلامت باشین. شما همچنین دعا بکنید. تشکر از شما. و بیننده دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز تماس شما وصل هست. بفرمایید. گویایی که بیننده گرامی ما صدای ما ندارند و متاسفانه که تماسشان به هر حال کدام مشکل داشت. به هر حال وقتی تماس میگیرین یک صدای تلویزیون رو ببندین، چون صدا برای شما از طریق تلویزیون دیر میرسه. و تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم. خب این تماس بیننده ما هم گویا که قطع شد و به هر حال وقتی که تماس میگیرین کوشش بکنین که صدای تلویزیون رو ببندین و بیشتر از طریق گوشی صدا را بشنوین. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر محترم از کجا در تماس شدین؟ استاد مرا ببخشید بار دیگر بس میشنم. استاد من فرکانسی شبکه وصول حق رو ندارم. همون رو میگفتید استاد. بسیار خوب. از طریق آتبرد میخواین حتما. فعلا شبکه وصال روی آتبرد پخش نداره. انشاءالله که این مشکل حل خواهد شد. خب کدام گفتنی دیگری دارین؟
خب گویا که تماس بیننده ما قطع شد. خب میشنویم تماس دیگر را. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله. خسته نباشید استاد. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر محترم. از کجا در تماس شدین؟ رمیسه هستم از ارومیه. میخواستم اصلا درباره تجوید بپرسم چی کدوم قاری گوش بدیم تا تجویدمون؟ متوجه نشدم. گوش بدیم. کدام قاری گوش بدین که تجوید شما خوب بشه؟ بله. بسیار خوب. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر محترم. تشکر. و ان شاء الله که این سوال خواهر محترم را جواب خواهم داد. خواهر گرامی، قاری هایی که فعلا مثلا پخش، یعنی کست ها از اونها پخش شیعی که در داخل موبایل ها یا کامپیوترها هست، فراوانن، میتونین از هر کدام استفاده بکنین و هر کدام اینها واقعا با تجوید میخوانن. تجوید یعنی مراعات میشه، اگرچه بعضی احکام رو به خاطر اینکه تون میخوانن بعضی از احکام مراعات نمیکنن. مثلا کسایی که خیلی واقعا زیاد مراعات میکنن و توجه فراوان نسبت به تجوید دارن، مثلا شیخ حذیفی حفظه الله، این واقعا تلاوت یعنی آهسته و کسای دیگری که تلاوت میکنن به همین ترتیب تلاوتشان ماشاءالله خوبه و از نظر تجویدی واقعا مراعات میکنن. احکام و قوانینی که و نظامی که در تجوید هست اونها را کاملا یا بگین به صورت یعنی صورت کلی الا ماشاءالله مراعات میکنن و توجه جدی به آن دارن و هر کدام از اینا ماشاءالله امامن در قرائت و خودشان ماشاءالله بسیار خوبه. یعنی قاری حذیفی خوبه، تلاوتش خیلی خوبه، میتونین از تجوید او استفاده بکنین یا از گوش کردن او میتونین که تجوید خود را به هر حال خوب بکنین. جزاکم الله خیر. امیدوارم که ان شاء الله که خواهر گرامی ما جواب خود گرفته باشن. خب به هر حال قاریای متعددی هستن، فقط به نمونه یکی برای شما بیان کردم که میتونین از او استفاده بکنین و ان شاء الله که مفید خواهد بود. خب تماس دیگر رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهر گرامی از کجا در تماس شدین؟ از ایران. بس میخوام سوره کافرون رو بخونم. بله سوره فاطر. کافرون. سوره کافرون بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. جزاک الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. گویا که شما تلاوت قاری مشاری عفاسی را زیاد گوش میکنین، درسته؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوبه. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. خدا سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. چون اعوذ بالله و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن شما و به هر حال تلاوت شما ماشاءالله یعنی شبیه بود به شیخ عفاسی، به همین واسطه گفتم. ماشاءالله خوبه، یعنی میتونین که از این قاری ها استفاده بکنین. عموما برادران و خواهران استفاده بکنین، چون اینها به هر حال سالها زحمت کشیدن، سالها زانوی تلمذ و شاگردی در نزد اساتید بزرگ زدن و تلاوت اینها ماشاءالله خوبه. میتونین در تلاوت اینها استفاده بکنین، به جایی که یک جوان گوشکی به گوشه باشه بعد موسیقی گوش بکنه، یعنی واقعا برای یک مسلمان مناسب نیست. باز به خصوص برای یک جوان مسلمان، به جای اینکه موسیقی گوش بکنه، با موسیقی خواب بره، با موسیقی زندگی بکنه، با موسیقی راه بره، چی میشه قرآن کریم گوش بکنه؟ مگر آسمان به زمین میایه؟ والله نمیایه. ضرر نمیکنه. هم الله از شما راضیه، هم فکر شما آرامه، چون ذکر الله متعال فکر آرام میکنه، قلب آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر الله و به یاد الله قلب آرام میگیره. حتی وقتی میخوایم بخوابین بگذارین قرآن بخونه، شما بخوابین. برا میرین گوشکی ها به گوش شما بگذارین که قرآن بخونه.
داخل خانه نشسته، کامپیوتر کار میکنید، بذارین قرآن عظیم الشان بخونه و این برای شما فایده میکنه. زندگی شما زندگی قرآنی میشه، زندگی شما رو متحول میکنه. یعنی این قرآن شما دست کم نگیرید، این چند تا کاغذ نیست، یا به شکل یک کتاب باشه، این مثل کتابای دیگه نیست. قرآن عظیم الشان زندگی انسان رو متحول میکنه. ما در تاریخ از زمانی که قرآن عظیم الشان نازل شده داریم که تا به این حال افرادی که توسط قرآن، گوش کردن قرآن هدایت شدن، خواندن قرآن هدایت شدن. افراد نه یک تا، نه دو تا، نه سه تا، نه چهار تا، بلکه هزاران نفر. فقط کافی است شما کتاب‌هایی که در مورد افرادی که نو مسلمان شدن یا افرادی که ویدیوهای از اونها پخش شده که نو مسلمان شدن، خودشان حرف میزنن، ببینید که چی میگن از قرآن. بیایم ما هم زندگی خود را قرآنی بکنیم. به هر حال الله متعال به ما توفیق بده که زندگی ما قرآنی باشه و همیشه با قرآن باشیم. و حرف من اینجا بود که این تلاوت ها را گوش بکنین. از جهت زندگی ما قرآنی میشه و از جهت قرآن عظیم الشان را درست میتونین بخوانین. قرآن عظیم الشان را در تلفظش، در تلاوتش، ماشاءالله ببینین خواهر ما دیگه، خواهر و برادرایی که تماس گرفتن، ماشاءالله چقدر زیبا. مثلا او برادر گرامی ما که سوره مبارکه صافات خواند، واقعا خیلی زیبا بود. برادر دیگه ما که سوره مبارکه مرسلات خواند، واقعا زیبا بود. برادرای دیگه که سوره، یا خواهرانی که سوره بقره، یا برادرانی که سوره بقره را خواندن، یا دیگر سوره ها را خواندن، یا حتی سوره فاتحه را خواندن، ماشاءالله ببینید چقدر زیبا بود. یعنی اینها همین تجوید، وقتی ما قوانین به خصوص مراعات بکنین، نظامی که در این تجوید هست اینا رو مراعات کنین، صدا خود به خود خودش خوب میشه. یعنی خود به خود تلاوت شما زیبا میشه. خود به خود شما میتونین که خیلی تلاوت خود را زیبا بکنین و تلاوت شما زیبا بشه. پس بنابراین برادران و خواهران گرامی هم توجه به این نکات داشته باشین، اینها را در ذهن خود بسپارین. و باز هم تاکید میکنم از قاریایی که به هر حال هستن و تلاوت میکنن، کست ها هست یا داخل موبایل ها، حالا خب کارها بسیار آسان شده، یا داخل امپیتریایی که دارین، به هر صورت داخل هر چی که هست از اونها استفاده کنین. خب یک میان برنامه میبینیم و بعدا انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرین. نیکی‌هایت را با منت نهادن تباه مکن. بر سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ما علی هستم. بفرمایید علی جان، از کجا در تماس شدین؟ از مدینه هستم. ماشاءالله. کجا را میخواین تلاوت کنین؟ یوسف. سوره مبارکه یوسف. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله ما شاء الله علی جان، ما شاء الله. چند ساله هستی علی جان؟ 10 ساله هستم. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوبه. تشکر تشکر، ماشاءالله. کدام گفتنی دیگری؟ خب تماس علی جان قطع شد. بله، در مورد تجوید خب نکاتی به خدمت شما مقدمتاً بیان کردم. باز هم میخوام یک نکته دیگر را بیان بکنم. هدف از تجوید، بعضی از برادران و خواهران ما فکر میکنن که و عموما بنده دیدم این افراد را، به هر حال ما هم یک زمان درس خواندیم با اینها، با تجوید و اینها. بعضی ها قواعد تجوید را درست حفظ میکنن. اینها را مقدمتاً میگم که ما منظور ما از برنامه تجوید این نیست که فقط ما قواعد را بخوانیم و قواعد را حفظ بکنیم و تمام، بلکه مهم استفاده کردن از تجویده. وقتی ما استفاده کردیم از تجوید، هم قواعد در ذهن ما میمانه، یعنی قواعد از ذهن ما حذف نمیشه، برای همیشه میمانه، باقی میمانه. شما تصور کنین که سن ما بسیار خرد بود وقتی که تجوید خوانده بودم، یعنی تقریبا شاید از 10 سال خوب میگذره، شاید 10 سال بگیریم. تا حالا یادم هست که وقتی استاد دندانها را برای ما معرفی میکرد، چون ما مجبوریم که دندانها را معرفی بکنیم. وقتی تجوید میخوانیم باید دندانهای خود بشناسیم که وقتی مثلا به عنوان مثال وقتی که ما ث را تلفظ میکنیم بفهمیم که سر زبان به این دندانهای بالا میخوره، یعنی با اینها اتصال پیدا میکنه و ث ادا میشه یا ث ادا میشه. استاد خداوند متعال حفظ بکنه، الله متعال به عمر برکت بده، استاد برای ما به هر حال دست خود رو داخل دهان ما میکرد، یکی یک دندان ها رو نشان میداد. الله متعال حفظ کنه. اون وقت شاید کم ما احساس ناراحتی میکردم، من یا دوستای دیگری که بودن، صنفیایی که بودن، احساس ناراحتی میکردن که چرا استاد دست خود داخل دهان ما میکنه. ولی حالا میفهمیم که چقدر واقعا شیرین بود این درس و چقدر برای ما فایده کرد، چقدر مفید بود. الحمدلله. و میخوام این را بگویم که قواعد مهم این نیست که شما قواعد را حفظ بکنید، یعنی کلمه به کلمه. بعضی ها هستن میخانیکی حفظ میکنن، مثل که قرآن حفظ کنن، به همون ترتیب کلمات یا قواعد تجوید و یا آنچه که در تجوید هست حفظ میکنن، اما در جایی که باید استفاده کنن نمیتونن استفاده کنن. علتش چیه؟ علتش اینه که تمرین ندارن اینها، یعنی قواعد تجوید را بالایش استفاده نمی کنن، بالای آیات قرآن استفاده نمی کنن، فقط قواعد به ذهنش هست اما درست نمیتوند آن را تطبیق کند. مثل که افرادی که نحو میخوانند، صرف میخوانند، مثل افرادی که علوم دیگر را میخوانند، فنون دیگر را میخوانند که تا علوم را به علوم استفاده داشته باشه، اما چون درست کاربردش را نمیدانند فایده به حالشان نمیکنه. اگر ای که 10 سال هم بخوانن هیچ فایده به حالشان نمیکنه. و تجوید هم همینه. من میخوام قبلا برای برادران و خواهران گرامی هم این نکته را اشاره کنم که شما قبل از این که وارد یک علم شوید و وارد یک بحث جدید شوید و قدمی به یک علم جدید بگذارید که تجوید هست، قبلا این نکته را یاد آوری بکنم برای شما. متوجه باشین که این تجوید یاد گرفتن به این معنا نیست که شما میخانیکی و لفظ به لفظ، کلمه به کلمه با ضبطش آن را در ذهن خود حفظ کنین اما کاربردی نداشته باشین. این به حال شما نمیتونه فایده بکنه و در تلاوت شما هیچ فایده ای نمیتونه داشته باشه، مگر اینکه هر کلمه ای را که از تجوید یاد میگیرین آن کلمه را درست وقتی در تلاوت قرآن عظیم و شأن هست درست آن را به کار بگیرین. مثلا وقتی یک مخرج را، یک حرف را یاد میگیرین که از فلان مخرج مثلا ادا میشه، مثل که ثا را گفتم، ثا
درست وقتی شما فهمیدین هر جایی که ثم دیدین، مثلا ثم نمیگین ثم، نمیگین ثم، میگین ثم، چون شما فهمیدین که حالا وقتی ثا ادا میشه سر زبان به این دندانهای بالا، یعنی ثنایای بالا به اینجا اتصال میکنه به سر دندانها و ثا تلفظ میشه و این مخرج ثا هست. و به همین ترتیب دیگه حروف و دیگه کلماتی که در تجوید هست. تماس دیگر را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر عزیز و بزرگوارم. تشکر از شما برادر گرامی، بفرمایید از کجا در تماس شدین؟ سید محمد ادریس هستم، از ایران تماس میگیرم برادر عزیزم. بله جناب آقای سید محمد ادریس جان بفرمایید. میخواستم دعایی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عزیز مرتضی کرم الله وجهه تعلیم داده بود برای بینندگان بخوانم اگر اجازه بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، اگر از آیات قرآن کریم اول تلاوت میکردین باز بعد به این موضوع میپرداختین بهتر بود. برادر عزیزم من الحمدلله رب العالمین فقط 10 سوره آخر قرآن کریم را حفظم و سوره یاسین را الحمدلله روحانی میکنم و خیلی دوست دارم، خیلی اراده هم دارم که انشاءالله حافظ کل قرآن کریم بشوم. انشاءالله. پس اگر پیشا پیش برادر گرامی سوره مبارکه ماعون، سوره ارایت الذی تلاوت کنین باز بعد دوار بخونین. بسم الله الرحمن الرحیم. ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون و یمنعون الماعون. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. بفرمایید حالا. بسم الله الرحمن الرحیم. دعایی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عزیز مرتضی کرم الله وجهه تعلیم داده بود این است: پروردگارا بر من رحم فرما که تا من زنده‌ام از گناهان دور باشم و به من رحم فرما تا در کارهای بیهوده خودم را زحمت ندهم و خوبی نظر در آنچه رضای تو عنایت فرما. ای الله، ای کسی که بدون نقشه و نمونه قبلی آسمانها و زمین را آفریدی، ای صاحب عظمت و بزرگی و ای صاحب عزت و طلبه‌ای که اراده حصول آن هم برای دیگران ناممکن است. ای الله، ای رحمان، به برکت عظمت و بزرگی تو و نور ذات تو از تو می‌خواهم که همان گونه که تو علم کتاب خود را به من عطا فرمودی حفظ کردنش را هم برای من میسر فرما و مرا توفیق ده تا آن را همانطور که مورد رضای تو باشد تلاوت کنم. ای الله، ای کسی که آسمانها و زمین را بدون نمونه قبلی آفریده، ای صاحب عظمت و بزرگی و ای صاحب غلبه و عزتی که اراده حصول آن هم برای دیگران ممکن نیست. ای الله و ای رحمان، به تفسیر نور ذات تو، به تفسیر عظمت تو از تو می‌خواهم چشمان مرا به کتاب پاک خود منور و روشن بگردان و زبانم را برای تلاوت آن جاری بفرما و به برکتش تنگی‌های قلبم را دور کن و به تفسیر آن سینه‌ام را گشاده بفرما و آلودگی گناهان را در بدنم خشوع زیرا بغیر از تو احدی دیگر نمیتواند مرا بر حق نصرت و یاری کند و غیر از تو کسی دیگر این آرزویم را نمیتواند برآورده کند و پرهیز از گناهان و قدرت بر عبادات با مدد و کمک الله برتر و با عظمت امکان ندارد. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای علی، این عمل را 3 یا 5 یا 7 جمعه انجام بده، انشاءالله دعا قبول خواهد شد. قسم به ذاتی که مرا به ابو تقریه هیچ مؤمنی از نتیجه این دعا بی بهره نمیماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام برادر گرامی، میشه بگین که سند این روایتی که شما بیان کردین در کجا هست؟ یعنی کدام کتاب این را نقل کرده؟ برادر دیدم از فضائل اعمال از حضرت مولانا محمد زکریا. در اخیر نگفته که کی روایت کرده این روایت برادر دیدم؟ اینجا نمیشه. بسیار خوب، تشکر از شما برادر گرامی، جزاکم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما بیننده گرامی. دیگه تماس گرفته نمیتوانین و مجبورین که از خدمت شما رخصت بشین، اما از آقا محمد جان عزیز کارگردانم تشکری میکنم و از تمام برادران عزیزی که در پشت
به هر حال صحنه با ما همکاری کردن. الله متعال برای همه آقا احمد عزیز ببخشید تشکری میکنم. آقا احمد عزیز کارگردان گرامی و تمام برادرانی که پشت صحنه با ما همکاری کردن و همکاری میکنن و همچنین از کوچولوهایی که در برنامه تماس گرفتن و برنامه ما را نورانی کردن تشکری میکنم. از تمام برادران و خواهرانی که تماس گرفتن از همهشان تشکری میکنم و البته کوچولوهایی که تماس گرفتن از طرف شبکه مجبورین که به گردن پدر و مادرها یا به گردن خانواده آنها بیاندازین که برای اونها جایزه بدن. البته اگر این به عنوان الزام نیست، خب به عنوان خواهش هست، حداقل این خواهش ما را به جا بکنن. الله متعال به ایشان هم خیر و برکت بده و اونها را از طرف ما تشویق بکنن و بدون شک اینها واقعا سرمایه بزرگ ان شاء الله برای امت اسلامی هستن. الله متعال حفظشان کنه و الله متعال در عمرشان برکت بده و آنها را آرامشی برای پدر و مادرشان و برای امت اسلامی الله متعال بگردانه. و همچنین از برادران، از عموم برادران و خواهران گرامی هم میخواهم که یکی از دوستانم مریض است برایش دعا بکنن الله متعال را شفا بده و برای تمام مریضان الله متعال شفای عاجل و شفای نیک الله متعال سبحانه و تعالی نصیب بکنه و تمام مریضان را الله متعال سبحانه و تعالی از بستر بیماری آنها را الله متعال دور بکنه و آنها خوب بشن و صحت و سالم بشن و به خانواده های خود، به آغوش خانواده های خود برگردن و الله متعال سبحانه و تعالی تمام مسافرین را سالم به خانواده هایشان برگردانه. الله متعال دعای ما را در حق برادران و خواهران ما قبول بکنه و امیدواریم که برادران و خواهران عزیز ما در نمازهای خود و در تلاوتهای خود و در دعاهای خود ما را فراموش نکنن و حتما ان شاء الله که دعا کنن برای ما، چون ما واقعا نیازمندیم به دعای شما. و بدون شک رسول الله علیه السلام وقتی میفرمایند برادر مسلمان به حق برادر مسلمان دعا میکنه یا مسلمانی برای مسلمان دعا میکنه، ملک بالا سر استاده و برای میگه که آمین. او آمین میگه و میگه که آنچه که تو برای برادر و خواهرت خواستی برای تو هم همون چیز باد. اگر بگی خدایا برادرم را ببخش، او ملک میگه آمین و الله تو را هم ببخشه. پس بنابراین خیر بزرگیه که همه ما ان شاء الله که نصیب ما بشه و الله متعال سبحانه و تعالی نصیب ما بکنه. تا برنامه بعد همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.